پروژه ویلاسازی مسکن مهر. سلام عرض می کنم خدمت کشورمندان محترم. طبق فرمایشات وزیر مسکن، ساخت مسکن‌های زیبا و خوب عالی در تمامی زمین‌های کشور به جوانان این مرز متعلق است که به دست مهندسین زحمتکش و سخت کوش ایران اسلامی احداث و راه اندازی شد و در آخر شاهد ساخت یک واحد قلعه مسکونی ویلایی در کنار سواحل دریای خزر هستیم. اما متاسفانه در این پروژه یک عامل و همون مهندس نفوذی از مرز به صورت غیر مجاز وارد خاک ما شد و بعد از اتمام این پروژه که 13,000 ثانیه طول کشید آن را ویران کرد و متواری شد. ای اولاغ خرابش نکن، خرابش. با تلاش پلیس محلی به این نتیجه رسیدیم که این فرد از نوادگان اسکندر مقدونی بوده و در نزدیکی های مرز به هلاکت رسید. این اولاغ و نگاه، همین اولاغ.